به مرکز وحشت خوش اومدی. بریم که داستان امشب رو بشنویم. سلام، من امیرم. این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم با بقیه فرق داره، چرا که این اتفاق فقط برای من نیفتاده، شاید بالای 100 نفر اونو تجربه کردن. خودم اسم این داستانو تو دفتر خاطرات سربازیم برجک جن گذاشتم. همونطور که از اسمش پیداست، این قضیه به دوران سربازیم برمیگرده. اسمی از منطقه و پادگان نمیارم، اما شما یه پادگان رو تو منطقه گرم و خشک در نظر بگیرید. بعد از دوران آموزشی وارد اون پادگان شدم و با آموزش‌هایی که دیده بودم شدم اپراتور ماکس. به زبان ساده تر کارم مربوط به مخابرات بود و خطای تلفن پادگان رو زیر نظر داشتم. اگر خطی مشکلی پیدا می‌کرد یا قطع می‌شد، این وظیفه من بود که با وسایلی که در اختیارم گذاشته بودم مشکل رو رفع کنم. کارم حساس و مهم بود، چرا که اون زمونا خبری از موبایل و اینجور وسایل نبود. حتی مثلا اگه شما قصد داشتی از کرمان با اصفهان تماس بگیری، باید وارد دکه‌های تلفن راه دور می‌شدی و خبری از تلفن کارتی توی پادگان نبود. با این وجود اکثر اوقات بیکار بودم. شبا توی آسایشگاه گردان خدمات میخوابیدم. در طول روزم به بقیه بچه‌ها سر میزدم و با هم صحبت میکردیم. روزهای سربازی به خوبی و خوشی میگذشت که یک روز توی پاسدارخونه متوجه چیزی شدم. بعضی از بچه‌ها پست یکی از برجک‌ها رو به قیمت بالایی رد و بدل میکردن. اگه بخوام به پول امروز بگم، قیمت اولیه چیزی حدود 1,000,000 تومان بود. حتی بعضی از بچه‌ها که وضعشون خوب بود بیشتر از این هم سر کیسه رو شل میکردن، ولی پا به پست اون نگهبانی نمیذاشتن. کمی که پرسجو کردم فهمیدم به اون پست برجک جن میگن. قبلا از این افسانه ها به گوشم خورده بود، اما اینکه علنا جلوی چشمم پول رد و بدل کنن ماجرای دیگه ای داشت. برام سوال پیش اومد که واقعا کسی اونجا جن دیده یا حداقل صدایی شنیده. تصمیم گرفتم بیشتر به پاسدارخونه سر بزنم. همین شد که بعد از مدتی با یکی از بچه‌ها به اسم حسن رفیق شدم. یک شب حسن مهمون من بود. فرصت مناسب دیدم و گفتم حسن، ماجرای این برجک چیه؟ اون گفت هیچکس درست نمیدونه، اما چیزی که همه ازش مطمئنن اینه که واقعا اونجا محل عبور و مرور ارواح و شیاطینه. با اینکه ترسیده بودم، اما کنجکاوی گریبانمو گرفت و گفتم مگه چی شده؟ کسی چیزی دیده؟ حسن به دیوار خیره شد و گفت مادر مرده‌های زیادی وقتی اونجا نگهبان بودن با چیزای ترسناکی روبرو شدن. هیچ کس نمیتونه توضیحی برای این قضیه پیدا کنه. حسابی ترسیده بودم. حسن که متوجه ترس من شد گفت امیر، تو که مخابراتی، از چی میترسی؟ گفتم ترس من از نگهبانی دادن نیست، میخوام هر چی که میدونی و برام تعریف کنی. حسن لبخندی زد و با جدیت گفت بارها دیدم که ماشین بهداری اون سمتی رفته. یه بار یکی از سربازای پاس خودم بود. رفتم بهداری، همه جای بدنش سالم بود، حتی یه خراش هم پیدا نمی‌کردی تو تنش، ولی تا ساعتها توان حرف زدن نداشت. زل میزد بهت و میلرزید. ازش خواستم ماجرای یکی از سربازا رو برام تعریف کنه. حسن گفت فرمانده پادگان گاهی اوقات به برجک‌ها سر میزنه، از اون عشق نظامای حوصله داره. تا اینکه یه شب یکی از بچهای اصفهان زیر برجک بوده. میگفت دیدم که صادقی یواشکی داره بهم نزدیک میشه. صدای بیسیمو یکی رو شنیدم که باهاش ارتباط گرفت، اما هر چی نگاه کردم بیسیمی توی دستای صادقی نبود. یهو به من اشاره کرد. از ترس اینکه باعث خشم و ناراحتیش بشم برجک رو ول کردم و دویدم سمتش. به چند قدمیش که رسیده بودم تماس قطع شد.
وقتی سرمو بالا آوردم انگار یه سنگ به اندازه یه توپ فوتبال خورد توی ملاجم. تو اون لحظه مرگ بهترین چیزی بود که میتونست نصیبم بشه. هر دو چشم صادقی سفید شده بودن و لباش به سرعت میلرزیدن و دریوری میگفتن. بعد با صدای وحشتناکی گفت خوبه اومدم کمکت کنم تنها نباشی. همزمانم بهم نزدیک میشد. منم انقدر عقب رفتم که چشمام سیاهی رفت. وقتی هم چشم باز کردم توی درمانگاه بودم. حرفای حسن و ماجرای اون سرباز اصفهانی تموم شد. با تعجب پرسیدم چرا بالادستی کاری نمی کنن؟ حسن گفت اولا که اونا حاضر نیستن به این چیزا اصلا گوش بدن. تازه اگه باورم بکنن اوضاع بدتر میشه. توی پاسدارخونه پر از سربازای نخاله. هر کیو بخوان تنبیه کنن میفرستن اونجا. البته یه بار حرفای یکی از سربازا باعث ترس و نگرانیشون شد. با خوشحالی گفتم حسن جون تعریف کن که شب بلنده. حسن نگاهی به ساعت روی دیوار که 11 شبان نشون میداد کرد و بعدش به من گفت ای بابا پاشوی چایی برید برام، گلوم خشکید. شیرجه رفتم سمت کتری و برای حسن یه چای دسته‌دار ریختم. لیوانو گرفت و گفت دلاور تو که داری قالب تویی میکنی، در ضمن الان یادم اومد که سرکشی کنم. باشه بعدم برات تعریف میکنم. حسن پاسبخش بود اما قدرت و اختیارات بیشتری داشت. جوری که عوض اسلحه ژ3 بهش کلد کمری داده بودن. بچه گمرک تهران بود و فوق‌العاده با معرفت. سر نترسی هم داشت که باعث شده بود بیشتر از یه سرباز ازش حساب ببرن. البته یه سری عادت بدم داشت. مثلا زیاد با اسلحه کمری بازی میکرد و بارها به شوخی کلتو گرفته بود سمت من. تهدید میکرد که مثلا پاشو چایی بریز. خلاصه چند شبی گذشت. سرم شلوغ شده بود و از حسن خبری نداشتم تا اینکه خبری توی گردان پیچید. بازم اجنه سر از دنیای خودشون بیرون آورده بودن، اما این بار 2 سرباز شاهد ماجرا بودن. از قضا حسنم یکی از اونا بود. حسابی ترسیده بودم و خودمو به پاسدارخونه رسوندم. حسن به مرخصی تو شهری رفته بود. به بچه‌ها سپردم که وقتی اومد بهش بگم بیاد پیشم. چند ساعت بعد تازه صدای اذان از مسجد پادگان بلند شده بود که در اتاقو یکی زد. اونچنان تو فکر اجنه بودم که یکه خوردم. لحظه‌ای بعد صدای حسن بلند شد. خوشحال شدم و در رو براش باز کردم. زل زدم به ظاهرش تا ببینم کج و کله شده یا نه. حسن خندید و گفت بذار بیام داخل بعد وارسی کن. تازه به خودم اومدم و دعوتش کردم داخل. یه لیوان چای دادم دستشو، گفتم این خبری که پیچیده راسته؟ حسن سری تکون داد و گفت آره هنوزم باورم نمیشه. همون شبی که از پیشت رفتم اتفاق افتاد. تنم لرزید و گفتم چه شکلی بودن حسن؟ این سوال وقتی پرسیدم که خودم با اینجور قضیه ها بیگانه نبودم. حسن چایی و خورد کشید و گفت از اینجا مستقیم رفتم سمت پاسدارخونه. حال سرکشی نبود. میخواستم بچه ها رو صدا بزنم. از بدشانسی مسئول شب سر راهمو گرفت. بهم گفت برو سری به برجکا بزن، خودم میرم پاس بعدی رو بیدار میکنم. منم راه افتادم سمت یکی از برجکا. البته برجک جن نبود. سرمای هوا باعث شد که هوس سیگار کنم. 5 متری برجکا چاله روباه کندن. رفتم تو چاله نشستم و سیگار رو روشن کردم. هم از سرما محفوظ بودم، هم کسی آتیش سیگار رو نمیدید. همین جور که زل زده بودم به نگهبان زیر نظر گرفته بودمش، صدای مهیبی تو دل تاریکی به هوا رفت. صدای طبل بود امیر. آخه اون وقت شب کی رژه میرفت؟ کمی که دقت کردم دیدم این صدا نزدیک برجکه. شروع کردم به شمردن. هر 4 ثانیه یک ضربه به طبل زده میشد. کمی که گذشت و صدا نزدیکتر شد دیدم عده‌ای داد و هوار میکنن و به سر و سینه میزنن. گفتم خدایا وسط این پادگان
وسط این بیابون این موقع شب دسته عزاداری کجا بود؟ نزدیکترین آبادی هم که 10 کیلومتری فاصله داره. یهو متوجه شدم نگهبانم ترسیده. فهمیدم که اونم صدا رو میشنوه. تا اومدم صداش بزنم صدای تب قطع شد. متوجه شدم که نگهبان به افرادی اخطار ایست میده، اما صداش گرفته بود و در نمی اومد. کمی بعد دیدم 2 زن قد بلند مشکی پوش که مثل پنگوئن چپ و راست میرفتن به برجک نزدیک میشن. چیزی از ظاهرشون دیده نمیشد، اما قدشون خیلی بلند بود. نگهبان بیچاره انقدر ترسیده بود اسلحه توی دستش سر خورد. منم توی چاله وا رفته بودم. میخواستم با اسلحه تیر هوایی شلیک کنم که زنا شروع کردن به کل کشیدن. صداشون مثل سوزن به عمق مغزم نفوذ میکرد. قدرت انجام هیچ کاری رو نداشتم. سرباز بیچاره شل شد و افتاد روی زمین. این صحنه‌ای که دیدم از تمام ماجرای اون شب بدتر بود امیر. زنها شاید 3 بار تا خوردن و نشستن کنار سرباز. بعد شروع کردن به گریه و زاری. به طرز عجیبی فکر کردن تمام این کارها یه بازیه. گفتم شاید عده‌ای خرابکار میخوان اسلحه رو بدزدن. تا این فکر اومد توی سرم هر دو ساکت شدن و زل زدن سمت چاله. یعنی درست جایی که من بودم. وقتی چشمای سفید رنگشون رو دیدم مطمئن شدم که دروغی در کار نیست. چشم هیچ انسانی اونقدر باریک و نورانی نیست. خودم رو تا جایی که میشد پایین بردم. نمیدونستم از وجودم خبر دارن یا نه. سر و صدایی مثل حیوان وحشی از خودشون در آوردن و به سرعت اومدن سمت چاله. با خودم گفتم ای دل غافل، الانه که منم خفت بشم. سرمو برده بودم توی اوورکوتم که با جیغ وحشتناکی از روی چاله پریدن و غیبشون زد. وقتی از روی چاله رد شدن سرم گیج رفت و چند ثانیه از خود بیخود شدم. نمیدونم چرا کاری به کار من نداشتم. به هر زحمتی بود خودم از چاله بیرون کشیدم و رفتم سمت سرباز. کمی که صداش زدم به هوش اومد، اما میلرزید و قدرت حرف زدن نداشت. بعدم انداختمش روی کولم و بردمش بهداری. حرفای اصلا تموم شد. به غیر از خودش فقط نگهبان سر و صدا رو شنیده بود. حتی برجکای همجوارم صدای طبل و گریه زاری رو نشنیده بودن. با شنیدن این ماجرا نفس راحتی کشیدم. توی دلم خدا رو شکر کردم که مجبور نیستم اون حواله نگهبانی بدم. اما دست تقدیر کاری کرد که پی اونا به تن منم بخوره. حدوداً 1 ماهی از ماجرا گذشته بود که یک تریلی با یک کانکس خاکستری رنگ وارد پادگان شد. یکی از کادریای مخابرات که همراه هم بود گفت این کانکس رو واسه تو آوردن. با تعجب گفتم واسه چی؟ من که اتاق دارم. گفت نمیدونم، مثل این که دستور فرمانده کله. از شانس من کانکس توی منطقه دور افتاده مستقر کردن. همونطور که نیروی کاد گفته بود زود منو صدا زدن و وسایل کارم رو به اونجا بردیم. کانکس 2 اتاق داشت، جایی برای استراحت و جایی هم برای اپراتوری. به زبون ساده تر برای کار. هیچ کس به غیر از من حق ورود به اونجا رو نداشت مگر در شرایط خاص. از همه بدترم این بود که دیگه حق نداشتم به آسایشگاه خدمات برم. مجبور بودم همونجا توی کانکس بخوابم. تنها راه ارتباطی من با بیرون بچهای مرکز پیام و بیسیم بودن. گفته بودن اگر اتفاقی افتاد دکمه‌ای رو فشار بدم تا نگهبانای مرکز پیام بیان سراغم. خلاصه که خدمت من ظرف مدت 2 روز 180 درجه تغییر کرد. اما اوضاع قرار بود بدترم بشه. زمانی که یکی از سربازای مرکز پیام بهم گفت خبر داری که 300 قدم از برجک جن فاصله داری؟ فقط خدا میدونه که چقدر حالم خراب شد. از طرفی به این فکر افتادم که گذشته از همه اینا من سابقه روبرویی با موجودات ماورایی دارم و حتما سری به من خواهند زد. اولین شب از حسن خواستم تا بیاد و یواشکی پیشم بمونه. شب اول به خیر گذشت. حسن کلی دلداریم داد که به اندازه کافی از برجک جن دورم و از طرفی برجک فلزیه، اونا به سمت فلز نمیاد. کمی ترسم ریخته بود. هر روز ساعت 2 کادریا با سرویس پادگان رو ترک میکردن.
تا 8 صبحم هیچکس سراغم نمی اومد. اما شب دوم حوالی ساعت 3 با صدای آواز خوندن یک دختری توی اتاق بیدار شدم. شعری با مضمون عشق و جوانی میخوند. همه جا تاریک بود. توی اتاق روبرویی هم کسی دیده نمیشد، اما حضور شخصی رو به خوبی احساس میکردم. چنان به لرزه افتادم که پایه‌های تختم به سر و صدا افتادم. به هر زحمتی بود دکمه اضطراری زدم. کمی بعد 2 نفر از بچه‌ها خودشون رو به من رسوندن و صدا زدن چی شده؟ منم مثل طفلی که مادرش رو دیده باشه در رو وا کردم و ماجرا رو براشون تعریف کردم. انقدر حالم خراب بود که فوراً منو به درمانگاه انتقالم دادن. دکتر شیفت بهداری وقتی منو دید بدون اینکه چیزی بپرسه گفت لابد برای اینم آواز فلان خوندن. دقیقاً چیزی گفت که توی اتاق شنیده بودم. کمی که حالم بهتر شد پرسیدم شما از کجا فهمیدی؟ سری تکون داد و گفت الکی گفتم. حوالی 9 صبح منو مرخص کردن. وقتی از بهداری بیرون می اومدم جلومو گرفت و گفت خیلیه تو این پادگان ماجرای دیشب تو رو داشتن، مراقب خودت باش. با شنیدن این حرف مطمئن شدم که اگر اونجا بمونم عقلمو از دست میدم. سلانه راه افتادم سمت کانکس. 1 ساعتی پیاده روی داشت. میونه را یکی از بچهای مرکز پیام با موتور از راه رسید و سوارم کرد. بهم گفت امشب صادقی توی پادگانه، احتمالاً سمت تو هم بیاد. با اینکه همه از صادقی میترسیدن، اما من کمی قوت قلب گرفتم. با خودم گفتم حداقل یکی اون بیرون است که مراقب اوضاع باشه. از اونجا که فرمانده سرکشی میکرد حسن نمیتونست شب رو به کانکس بیاد. تا 11 شب خبری نبود. اما همون حوالی صدایی شنیدم. صدای پا بود. از گوشه پنجره نگاهی به بیرون انداختم. خودش بود. فرمانده پادگان پشت در ایستاده بود. میخواستم سریع در رو وا کنم که به یاد ماجرای سرباز اصفهانی افتادم. گفتم نکنه اینم از اجنه باشه. لحظه‌ای بعد در محکم کوبیده شد. گفت باز کن. نه جرأت باز کردن در رو داشتم، نه مطمئن بودم که این یارو واقعا انسان نیست. لحظات سختی بود. صادقی دست کمی هم از اجنه نداشت. فرمانده که دیگه عصبی شده بود صداشو بالا برد و شنیدم که اسلحه‌شو مسلح کرد. دیگه به هر جون کندنی بود در رو وا کردم. سلامی نصف و نیمه تحویلش دادم. با عصبانیت گفت خواب مرگ رفته بودی؟ چه مشکلی وجود داشت که در رو باز نکردی؟ من که داشتم سکته میکردم گفتم راستش نمیخواستم در رو وا کنم. دیگه کنترل از دست داد و بعد از چند تا فوش آبدار که حواله کرد هولم داد عقب. بعدم مشغول وارسی توی کانکس شد. فکر کرده بود چیزی مصرف میکنم. به غیر از 2 نخ سیگار وینستون چیزی پیدا نکرد. رو کرد سمتم و گفت فردا چنان نامه‌ای برات بزنم که مرغای هوا به حالت گریه کنن. قصد ترک کردن کانکس داشت که گفتم اگه امکانش هست عرضی داشتم. ایستاد و چرخید سمتم. منم ماجرای برجک و سربازی که صادقی قلابی رو دیده بود تعریف کردم. فرمانده مکسی کرد و گفت عجب، یعنی اگه الان زمان جنگ بود و سرباز عراقی از روبرود رد میشد تا خرابکاری کنه تو یه گوشه مخفی میشدی که نکنه جن باشه؟ لبخند معذبانه ای زدم. دیدم که دست خودشو کنترل کرد که سیلی نزنه. در عوض سیگارا رو زیر پاش له کرد و گفت این مزخرفات توی محیط نظامی معنایی نداره. تموم جنا رو صدا بزن تا پدرشون رو بیارم جلوی چشماشون. بعدم پرسید چی مصرف میکنی؟ گفتم به قرآن هیچی. در حالی که از کانکس بیرون میرفت گفت منتظر باش تا بفرستم بیان سراغت. تو لیاقت خدمت آسونو نداری. بعد از رفتن صادقی به تنها چیزی که فکر نمی کردم جن و ارواح بود. همون لحظه یکی با مشت محکم کوبید به کانکس. پریدم پشت پنجره. صادقی رفته بود و کسی پشت در دیده نمی شد. منم با ترس و لرز شروع به خوندن سوره حمد کردم.
تا صبح خواب به چشمام نیومد. میترسیدم اوضاع خدمتم از چیزی که هست بدتر شه. گذشت تا حوالی نهار شد. حسن از راه رسید. وقتی چهره منو دید خندید و گفت دیشب صادقی اومده بود سراغت. با ناراحتی گفتم بدبختی من خنده داره؟ حسن خودشو جمع و جور کرد و گفت نه اون قدم که فکر میکنی بد نشده. دم صبح سری هم به پاسدارخونه زد. بهم گفت برو به سرباز مخابرات که تو کانکسه بگو این دفعه رو میبخشمش، اما دفعه بعد میندازمش جایی که جن و پری هم جرأت رفتنشو ندارن. با شنیدن این حرفا کمی امیدوار شدم و فهمیدم اون چنانم مرد خشک و نفهمی نیست. اصلا بهم گفت تا جایی که بتونه شبا بهم سر میزنه. به همین منوال 2 هفته گذشت. بعضی از شب‌ها صدای آه و ناله سوزناک زنانه‌ای از سمت برجک جن می اومد. اما وقتی حسن از راه می رسید صدا قطع می شد. بعد اون ماجرا صادقی دیگه برای سرکشی از برجک‌ها نرفت. بعد از 2 هفته فرمانده خدمات اومد سراغم و گفت به دستور فرمانده شبا باید بری به آسایشگاه و لازم نیست توی کانکس بمونی. من نجات پیدا کردم. با این حال برجک جن همچنان پابرجا بود و هر شب سربازای بیچاره قدم به حریم اجنه می‌گذاشتن. 1 ماه گذشت. از ترابری به سمت مخابرات میرفتم که دیدم صادقی سوار ماشین میشه تا برای همیشه از پادگان بره. خودش درخواست انتقالی داده بود. 10 ثانیه‌ای هم با هم چشم چشم شدیم و لبخندی زد و دیگه ندیدمش. شایعه شده بود که اونم بارها مورد آزار و اذیت اونا قرار گرفته. البته کسی نمیدونست اونا واقعی بودن یا نه. امیدوارم حسن هر جا که هست سلامت باشه. رفیق خوبی تو روزای سختی خدمت بود. اما بعد از سربازی وقتی به محل کار پدرش توی گمرک رفتم از اونجا رفته بودم. امیدوارم این ماجرا رو بشنوه و دوباره ببینمش. ممنونم از همراهیتون. شما مگه دوست داشتید میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو برای من بفرستید.